نزدیک به 1000 سال قبل از میلاد مسیح، قبایلی از نژاد قفقازی که آریان خوانده می شدند از جنوب روسیه امروزی به جلگه‌ای وسیع در جنوب کوچیدند که از آن پس ایران نامیده شد. قبایل تازه وارد خود به 3 شاخه تقسیم شدند. مادها در بخش‌های عمده بالای زاگرس مرطوب در شمال غربی و مغرب ایران زمین ماندند و مرکز فرمانروایی خود را اکباتان یا همان همدان کنونی قرار دادند و پارس‌ها که تا جنوب فلات ایران راه آمدند و سرانجام در آنشان و پرسوماش استقرار یافتند و گروه سوم پارت‌ها بودند. دیرین سالی مادها همچون سایر اقوام همجبار گرفتار تاخت و تاز قومی خونخوار و جنگجو به نام آشوری ها به سر آوردند و به ناگزیر در کنار گله‌داری و چرا جنگاوری آموختند، نیرومند شدند و سرانجام بر دشمن غلبه یافتند. مرگ قوم آشور در قرن 7 پیش از میلاد اتفاق افتاد. هم در این قرن پر آشوب پارسیان بر قوم ایلام تسلط یافتند و از میان امیران خیش رهبری هوشمند و زیرک برگزیدند که هخامنش نام داشت. وی همراه فرزندش کوچ را از میان طوایف پارسی برداشت و بنای پادشاهی کوچکی را گذاشت که آرمانهای بلند در سر داشت. نخستین اتفاق در تحقق آرمان پارسیان وصلت یکی از شاهان پارس با دختر پادشاهی از آخرین شاهان ماد بود که ثمره این زناشویی کوروش شاهزاده نامآوری شد که در سایه هوشیاری و کاردانی او جدایی سیاسی و جغرافیایی مادها و پارسها بعد از 500 سال از میان برخاست و مادها رو به زوال نهادند. حضور فرماندهی توانمند و دلاگاه که در خلق و خوی انسانی و شیوه های جنگاوری یگانه زمان به شمار می آمد، دیگر شاهان و قدرتمندان را به هراس انداخت. در نتیجه تداوم جنگ های خونین آنان از پای در آمدند و کوروش ماندگار ماند، چنان که در سال 530 قبل از میلاد هنگامی که چشم از جهان فرو می بست بزرگترین امپراتوری جهان را میراث نهاده بود. وارث بلا منازع و با تدبیر این میراث 8 سال بعد با نام داریوش بزرگ بر اریکه قدرت تکیه زد. داریوش طی 35 سال پادشاهی خود از تنگه دردانل گذشت، اروپای کنونی را در نوردید و تا کنار رود دانوب پیش رفت و در شرق مرز کشور را به کرانه رود سند در هند رساند و بر 28 پادشاه تسلط یافت و آبراهی میان دریای مدیترانه و دریای سرخ حفر کرد که 2400 سال پیشگام کانال سوئز امروزی بوده است. برای یک چنین عظمت و اقتداری پایتختی بی همتا و با شکوه لازم می آمد که نه شهر باشد و نه یک دژ.
جایگاه شایسته ای باشد برای بار عام سران کشورهای مطبوع، مکان مناسبی باشد برای مشورت بزرگان و قرارگاهی با شکوه برای برگزاری جشنها و آیین‌های مذهبی و مراسم نوروز و حضور افسران و درباریان در مکانی مقدس و در جوار کوه رحمت در مرو دشت پارس که لطافت هوای زمستانی شوش را داشته باشد با تاکستانها و باغها و آسمان زلال بی طوفان. این بازمانده بنای تخت جمشید است، پای تخت شکوهمند هخامنشیان، آمیزه ای از معماری، هنر و جادوی زیبایی و اقتدار. مجموعی به وسعت 135,000 متر مربع که برای تکمیل آن 200 سال وقت لازم بوده. طرح اصلی مجموعه بی‌نظیر تخت جمشید در دوران فرمانروایی داریوش اول ریخته شده و خشایارشا نیز در توسعه و تکمیل آن سهم به سزایی داشته. برای برپایی چنین بنایی سنگ‌های کوه رحمت در منطقه مرو دشت برای معماران و سنگ تراشان بسیار مناسب بوده. سنگ‌های آهکی با رنگ‌های طبیعی و گوناگون، دیوارها با آجر لعابدار و کف اتاقها با گچکاری پوشیده شده بود. روی درها را با قطعات سیم و زر می آراستند. پرده‌های بزرگ ایوان بر زیبایی درون و برون کاخها می افزود و فرش‌های نفیس کف اتاقها چشم را خیره می کرده. کاخها در اندازه و ابعاد مختلف این مجموعه کاربردی خاص داشتند. در قسمت غربی بنای تخت جمشید پلکان ورودی قرار دارد. به هنگام بار عام شاه شاهان با وقار و آرامش، چنان که رسم مردان بزرگ است، بر آن گام می نهاده. 110 پله از هر طرف، ظریف و کوتاه، تا عبور و مرور درباریان را که با اسب بالا و پایین می رفتند آسان کند. نیز نمایان پا به سن گذاشته کشورها که میهمانانی گرانقدر بودند به راحتی از آنها بگذرند. دور تا دور پله ها را به وسیله معجرهایی بسته بودند که 7 پله و 4 طبقه داشتند و این نشانه تقدس 4 عنصر خاک، آب، باد و آتش است که ایرانیان اهورایی و یکتاپرست بر آن معتقد بودند.